زن یک پیالگه چای بیار. نمیارم. چرا نمیاری؟ میگم من تو دلیاز خدا اگر من به این زندگی کنم به قصه مادر خودشم من دارم کجا جیگرم کردم مادر تو. آخه چکار کنم مادر منه به من شیر سینه داده گوشت نازه داده. آخه من اشته مادر خور بیرو کنم از خونه. یعنی به زندگی نمو من نمو که 4 روز استراحت کنم. آخه زن همون چکار کرده با تو؟ آخه بیچاره گونه میبینی جارو به خشخش خو میارزه کار میکنه گوشه کنارا رو میگیره. حالا کمونه برات سودا با تو رفته. وظیفه اینه نمه چادر خود سر کنه برو مجبوری بره با 24 ساعت به درد خونه به کلم خود میزنه و چون برای کمتر کن روغن کمتر کن این تکو من یک شوی دارم. آخه اگه گپی هم میزنه به نفتو میزنه به نفت خانواده ما میزنه. آخه من مادر خور چکار کنم با کجا نهی کنم؟ مادر خوره که بخونه خواه دختریو یکی خودونی یکی تو نزیده دختری هم داره. آخه میشه که بخونی دختر رهی کنم. آخه من بچه اونم او دومادم خوشوش هم میکنه. مجبوره نوبت بگذاری یک رو اینجا باشی یک رو بخونی دختر خوبه من خونه بتونم بگم و به خونه فرختم نکن نمی جایی بیرون شده میدونم نمی مجلس میدونم برو میگه اینجا میدونم و دست میدن تو برو. خیلی ننوی شر شدم. من چکار کنم از دست تو؟ چی ننوی چکار کنم بچه؟ خوانه میبینه 24 ساعت خودی ما جنگ و جنجال داره. چکار میکن چی میگه؟ میکنن گپی نزدم رفتم من پیاز خریدم کچالو خریدم آوردم گپ سخنه که من نزدم بچه خواه بگردم. خیلی کار کردی برفتیم 1 کیلو پیاز کچاله بودی هر برو بکشی نمیره کشو بمیومد برم بغلوج بچه را میگیرم برای میگم کمتر بتردید کو برنج کمتر بتردید کو بعد میگم آخه نه تو چی گرداری؟ چی رو بگم برای برنج رو کمتر بکن. آخه نه جان از من مصرف میشه. تو چی گرداری که برنج کم کن روغن کم کن بگذار از کار موی بکنه اوقات مطلق نکن. آخه نه کجا برو بخوری دختر خوب کجا برو اگر میزنه شدی رو خوشم میکنی. میگم نه امر که یک نزیدی دختری هم داری برو بخونی از او دیگه بگذار که اوقات ما خوش 24 ساعت غیر از اوقات تلفی بزنیم. خوبه نه میرم بخونی دختر خوب برو دیگه همینجا دیگه چکار کنم من میشه که زن خو بیری کنم. بیا از خدا خوب امروز نانی یا این کنیم خونه باشی یا باشم همین تو باشو زن تو دیگه مادر هیچی ببرفتون نه برو نه دیگه چکار کنم دختری هم داری دیگه مکه 24 ساعت نمیتون جارو جنجال همه کاسر به کوزه میزنه کوزر به کاسه نکو زنانی بیرو شد برم برو تو بلا ننه برو که خیلی پس نهی قلب شما میده دیگه به سردی روردان ندارم که بازانی برو با سما بیایم نه برم اون عشقای رو بشار شد رفت نکو زن نکو کمی آوسنایی میکشه من تو به زمین تعمیری دیگه به زمین تعمیرم دیگه نمیتونم خوشو جمع کنم. چکار کنم خدایا بگیرشته زن افتادو. خوب زنیه چکار شده به از کی میمونم از اون خواه خیلی مختو میمونم چکار کنم زن بیشتر مادر خوبم دیگه شکر ننه الحمدلله خوبم خونی برارده بودم اول متلخ کرد من بیرو کرده خونه بیامدم هیچی. چرا خوش شما طلاق کرد مادر؟ چی گپ شده بود؟ هیچی ننه برفتم به بازار بریم سودام بخریدم سودا برسون و بیامدم به بغلوج به چیرم میگیرم خودی کارا کمک خب مادر تو به این وضعیت خوبه این وضعیت مریضی خب میری سودا میگیری از بازار چه زنی یا نمیره؟ به می رقم کن مدامه بده که ای برم بمورم بخواه به یک زنگ بزنم به یه بی شرم بی حیا که موبایل هم خاموش کرده نباشه این مادر جوابم نمیده تنه به خاک شه. بله برار خوبه که جنجوله شکر برار شما خوبه؟ شکر فیا خوشحالم شنی از اشتنم تیره برار شهری چه کار شده؟
با از من میپرسی که چه کار شده؟ چه کار شده دیگه؟ مادر تو نمی 4 روز هم جمع کنده دیگه نمیشه 24 ساعت من نوکری کنم خود من طلاق بشه دست زن نه. آخه تو به جمع کردن مادر خود میگی نوکری؟ تو وظیفه تو یک نوکری رو بکنی. من وظیفه اینه که زن مزمرتی باشم بخواستم مادر ای بابا آخه بابا خونه مرایی میکنه که بچه مردم با اشتی خوشو جمع میکنه. مادر خود جمع نمیکنه. دوش پیش مادر خسخانه به در کرد برف بخونه بچه دیگه خب با میشینه شو اما خوشو جمع میکنه. کاش که من خود یک وظیفه میداشتم، یک معلمی میبودم که معاش میداشتم، با خدا با مادر خود خانه سیوا میگرفتم، خرج و سیوا میدادم. نه بندی تو بود نه بندی زن تو. میگم همون مادر رو که با دست بود همون مادر است تو. ای بر بومر عدن که مادر مرفت زندگی ما خیلی خوش شده. با خدا دعا همزه مادر به پس تو نباشه. با خدا تو لوک پیج میشی. انشالله کمی تو اولاد به سر را خود تو بیاره. مادر من برفت. مادر تو کجا رفتی؟ مادر میشیشتیم به اینجا به خاک شوم طلاق میداد مره. به پای تو استاد میشودم اینجا. سلام دختر کوکو. سلام خوبیم بخیرین سلامتین؟ شکر اشته نه حال وضعیت شما بیترین؟ شکر خدا خیلی نیستایی با میشی. کجای خانمه؟ الهی از آسالش خانم نیه برفتم سر مادر خود. مادر مریض شده برای که خبر گیره. یعنی فرض بید کامال شما مریض اینجا پرتوی میداد میره بخونی مادر خب بد کرده که رفته. خیلی میشه که متیار بودم. قمی نداره اوقات خود تلخ نمید. اوقات تلخی نداره. بارکلا یا که یک ماه خدمتم بکن. وظیفه اینه. رختم بشوش دیگ ببار که بر همون ببار همه کارا بکن. وظیفه اینه دختر کوکو. تا زمانی که همینجا زنده ایم شما همینجا امروز تخم مرغ چشم ما زنشوی همینجا جا داریم. هیچ مشکلی نیه. یک وقت کوچکترین اوقات تلخی میکنه با ما بگو که دهن رو جلوی رو شما باره کن. نگو بچه بکن. وظیفه عروس بنانی وظیفه. خیره غمی نداره. خیره هیچ غمی نداره دختر کوکو. هیچ چرت نزن. خیره. همین حالی بیعقلی بکرده دیگه بچه شما چیکار کنه؟ حالا دختر شما گلی نداره ولی بچه شما نباید این کارا میکنه. خیلی بینی بچه کوکو جان صاحب عمرشی. وظیفه منه دختر کوکو. هیچ گپی نیه. این گپ برام به من نزن که خیر بینیم چه کار وظیفه منه. تا زمانی که شما اینجا باشیم ما به خدمت شما. یک دعا شما بریم و بس. من افسوس به حال از این بچه شما میخورم که مادر پیدا نمیشه. به هر کوچی بری 100 تا زن ولی مادر را کجا پیدا میکنی؟ وقتی که مادر رفت دیگه وقت اونگر دوشکا به تسر خو بزنی. خدا بیامرز مادر مال زنده میبود مگر رو تاج میکردم و تسر خو میزدم. حالی هم هیچ چرت نزنی. باشه که زنگ بی لعنتی بزنم که حداقل همینجی مریض پرتای ما شما یک خبری نماده بگیر. هی خدا رو شکر. تو واسه 2 کلمه گپ بزن خوب واسه 5 دقیقه وقت خوشی خوب تو مادر خود از خود آزاده بگیر. بله. مونده نباشیم خوبیم؟ شهر جان جون. شکر فضل خدا. تو خوبی؟ بچه تو خوبم؟ شکر خیارت جان جون. یک چیزی بگم بعد تو خونه میای؟ نه بگو بیچاره بعد میگه بگو. یعنی به تم میگم اولاد. البته باز نیست که مادر باز تو پیش خود کرده هرچی گفته باز سوال با ما تکرار میکنی. مادر تو هیچ چیزی به من نگفته ولی ما به تو میگم ولی خیلی اولاد پستی بودی. خدا تعالی همون تو اولاد به تو بده که همین روزگاری که به سر مادر خوردی به سر تو زن تو بیاره. تو شرم حیا نداری این مادر تو ما ببردم به دکتر وضعیت خرابه حداقل هم یک خبری بیا مادر خو بگیری. میگم اون کارگر خود نشیری میزنه هر دروغ میکنه این کارا ما ناز کنه خود شیرین کنه و گردو و هر رفیقی یه که حال بخصوص که زندگی مال خوش شده نخوده خراب شده. ای لعنت خدا به تو که تو با مادر خو مکاره میگی. تو مگر مادر خود مادر نوشته همین زندگی به زن همین خودم خوش شده هر 24 ساعت با پارکا و ولایم حتی گروه در دیسته که هر برای هیچ کم قومشم روغن کم قوم حتی که کارا نیسته حالا کم بشناسه اون کارگر پر به نجیری میزنه که تو بدبخت بیچاره همین دعا مادر پشت سر تو بود تا حالی زنده بودی و سرپا خو استاده بودی.
بعد از اینکه این نباشه، اگر تو زندگی خوشی از این زندگی خود دیدی با بیا توف کو به تحریمه. تو خیلی به خود من فقط همینقدر به تو میگم که تو خیلی انسان پستی شدی که تو مادر خو به می حال پرتو کردی. برای من مشکلی نیه تا زمان زنده باشه برو چشما ما و زن مجا داره ولی به تو شرمه، به تو به بین نمی قومی بعد توف کنم به تحریم تو بری بچه که تو مادر خو به می حالت یله کردی. میگم مادر مگم کاتو برو لعنت خدا به تو بری اولادی. برو من اگه میفهمیدم همین زنگرم به تو نمیزدم. برو که تو انسان کثیف. بچه کاکا وصیت نمی‌کنه. بچه به برو برده به راه نمیدی. خیر دختر نمیگذاری که ساعت بود بگیرم من به تو نابیلی میکنم. خیر دختر کاکا دور زد به زحمت خیلی کشید. ما وظیفه مونه تا زمان زنده بشیم ما میجگاه همیشه به خدمت کنم دختر کاکا. هیچ چرت و جوش نزن. خداوند برای تو بده. سلامت بشی زنده دست بشی. به خاکستر بزنی به طلا برگرده. هیچ غمی نداره دختر کاکا. هیچ چرت نزن. خیره. چه کار دختر کاکا؟ دختر کاکا یک لعنت خدا وری به تو وری بچه که تو همین مادر خود به حالت برده پیش مپرتو کردی. انا لله و انا الیه راجعون. خدا همین اولادار به کفر نده.